سلام و درود بر ارتش سرخیای عزیز. اگر این ویدیو رو تا انتها نبینی شاید هیچ وقت نتونی جواب استقلالیایی رو بدی که برات از حسرت 63 ساله میگن. و این ویدیو رو برای تمام پرسپولیسیای با تعصب بفرست. اگر تو جمع کسی این چیزا رو گفت این ویدیو رو بکوب تو دهنش. توی سال 1990 پرسپولیس تو جام برندگان جام آسیا قهرمان آسیا شد و توی فینال پرسپولیس این المحرقی رو شکست داد که همین چند وقت پیش توی استادیوم قلعه حسن خان در سطح 2 آسیا استقلال 20 میلیون دلاری رو برد. جالبه بدونی تو تورنمنت سال 1990 الهلال عربستان، دایان چین، شباب امارات کلی تیمی گردن کلفت دیگه توی آسیا قرار داشتن و در آخر این پرسپولیس بود که با گل محمد حسن انصاری فر قهرمان اون جام شد. تورنمنتی که از نظر اعتبار فکر می‌کنم از 4 جانبه‌های استقلال خیلی معتبرتر باشه که استقلالی‌ها به خاطر اون 4 جانبه 2 تا ستاره روی لوگوی خودشون زدن. همونطور که میدونید AFC پرسپولیس رو قهرمان سال 1990 آسیا میشناسه و در آخر بد نیست بدونید که سالهای اخیر که سرمایه‌گذاری‌های کلان در آسیا و لیگ نخبگان داره انجام میشه، پرسپولیس تنها تیم ایرانیه که تونسته 2 بار به فینال واقعی آسیا برسه و این ویدیو باید گوشه گالری یه پرسپولیسی باشه تا وقتی یه استقلالی درباره آسیا حرف زد به اون استقلالی بگه